دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به ویدیو سوم از رشته ویدیو آموزش پایه. امروز می‌خوایم بریم با هم دیگه 10 تا ارز مهم بازار رو تحلیل کنیم و ببینیم چه اوضاعی قراره براشون اتفاق بیفته و روند احتمالی این ارزها کلاً چیه. تا الان 2 تا ویدیو گذاشتیم داخل کانال یوتیوب. یکیش در مورد آشنایی با بلاک چین بود که کامل گفتیم بلاک چین چیه، بیت کوین از کجا متولد شده، و ویدیو دوم هم مربوط به آموزش کوین مارکت کپ بود، یک سایت مرجعی که میتونید ازش استفاده کنید. بریم سراغ تحلیلا. من اینجا مجدد کوین مارکت کپ رو میارم و یه ریلود بکنیم. ببینید برای این 10 تا تحلیل که میخوایم ارائه بدیم قطعا بیت کوین جزشه، XRP، سولانا، BNB، دوج کوین و ارزم به حضور شما لینک و تون کوین و احتمالاً یکی دو تا ارز دیگه که امروز تحلیلش با هم دیگه میریم ببینیم و دونه دونه من سرچ میکنم، اینا رو براتون میارم. با هم دیگه پیش بریم ببینیم چه اتفاقاتی قراره برای این ارزها بیفته. روند احتمالی بازار و دامیننس ها هم یک بررسی خواهیم داشت. خیلی خوب، اول از همه میریم سراغ دامیننس ها، ببینیم وضعیت دامیننس بیت کوین چطوریه. اول از همه در تایم فریم هفتگی، خب چیزی که میشه دید یک خط روند نزولی بوده که اومده خیلی قشنگ این خط روند رو شیکونده و یک پولبک هم به این ناحیه حمایتی 55% زده و الان بین 55% تا 60% در حال رنج زدنه. باید ببینیم که تکلیف این رنج زدن برای بیت کوین چی میشه و همین هم خیلی نوسان زیادی توی بازار ایجاد کرد. یعنی هر وقت این بیت کوین اومده بالا، آلت کوین ها ریزش تقریبا میشه گفت خوبی داشتن و هر وقت اصلاح داده اومده تو این کف، آلت کوین ها یک رشدی رو تجربه کردن. این در تایم فریم هفتگی و توی طول هفته گذشته میتونید واقعا این رو روی بازار ببینید و تکلیف این رنج باید مشخص بشه. اگر بتونه این سطوح 61 تا 62% رو رد کنه، تارگت بعدیش برای 70% بیت کوین و باید ببینیم چه اتفاقاتی میفته. برای دامیننس تتر خب روی یک حمایت خیلی مهمه. اول از همین رو بتونیم که یک الگوی ریزشی گرفته به خودش، یعنی یک صعود خیلی قوی داشته از تقریبا میشه گفتش که سال 2015 و اومده بالا تا سقف تقریبا 9.5% و الان ریزش رو اصلاح داشته تا 4% و اینجا یک الگو برای من نشون داده که میتونه اگر این کف حمایتی رو از دست بده تا نواحی 2.8 هم اصلاح داشته باشه و اگر این اتفاق بیفته برای بیت کوین خوبه. در مرحله بعد برای آلت کوین ها، حالا برای آلت کوین ها باید ببینیم دامیننس بیت کوین چیکار میکنه، ولی این اصلاح رو اگر روی دامیننس تتر داشته باشیم برای خود بیت کوین خوب هستش. خب این 4% هم بالاخره به بیت کوین کمک زیادی میکنه. بریم سراغ تحلیلا و اول از همه چارت بیت کوین. خب تو تایم فریم هفتگی رو اگر نگاه کنید کاملا بیت کوین صعودیه و بخوام براتون یک خط روند کانال بکشم، تقریبا میشه گفت روی این خط روند ما صعود رو از سال 2023 و اواخر 2022 دیگه داشتیم برای ارزم به حضورتون بیت کوین و تا همین الان که اومده ATH زد و عدد 109800 هم دیده و ATH قبلی هم که کامل رد کرده. یعنی این محدوده ATH قبلی ما بوده که اومده اینو کامل زده و الان بالا ATH و اگر بیت کوین بخواد یک اصلاحی هم بده، یه پولبک هم به این سطح بزنه، اصلا دور از انتظار و غیر طبیعی نیستش. نمیگم تا اونجا اصلاح میده، ولی خب اگر اصلاح داد و بعدا نشونایی داد برای اینکه اینجا اصلاح بده، اینجا پله خرید خوبیه در کل و غیر طبیعی نیست بخوایم بگیم کامل ریزشی شده و تا موقعی که این روند صعودیه برای ما حفظ بشه، بیت کوین توی این رشد خواهد بود و در مرحله بعدی اگر همین روند بشکنه ما حمایت‌های استاتیک داریم و این حمایت‌های استاتیک باعث به وجود اومدن رنج میشه و اگر اون رنج از دست بره، اون موقع میتونیم بگیم بازار اصلاحی شده. الان نه اون سوده از دست رفته، نه وارد رنج شدیم، نه بازار اصلا اصلاحی شده در تایم فریم هفتگی. ولی خب در تایم فریم روزانه قطعا یه سری ضعف اینجا داره، ولی ریجکتی خوبی داشته که تو تایم فریم روزانه الان بهتون میگم. تو تایم فریم روزانه بیت کوین این کانال نزولی رو داشته، تقریبا میشه گفت از کف 88000 تا که اومد 89000 تا که اومد دید تا این سقفی که داشت 109900 تقریبا یک کانالی رو داشته که اومده الان بهش پولبک زده توی $97000
و به سمت بالا برگشته. این برگشته خیلی بیجون بوده، یعنی به خاطر این اتفاق ریجکتی که اینجا در تایم فریم 4 ساعت افتاد و از این بالا ریجکت شد، میشه گفت این برگشته بیجون بوده. برای همین اگر درست حسابی مثل وی شکل برای ما برمیگشت، میتونستیم بگیم که اوکی میتونه برای ما ادامه روند صعودی رو داشته باشه. ولی در حال حاضر این کندل هم قرمز واسه ریجکتی رو اگر سبز می‌هستم باز اوکی بود، ولی برای اینکه یک روند صعودی دیگه داشته باشیم نیازمند این هستیم که بیایم اینجا و یک کندل قوی سبز ببندیم. یعنی همین کندلی که بیت کوین میخواد ببنده همچین شکلی به خودش داشته باشه. من این درست کنم که بیاد هم این کندل و هم این کندل رو بپوشونه کامل، که بخوایم بگیم ادامه روند صعودی رو میخواد داشته باشه و از اینجا یه بالای دیگه بزنه. در غیر این صورت مجدد میگم این حمایت $90,000 خیلی برای بیت کوین مهمه و میتونه مجدد تو اینجا پول بک بزنه و رنج خودش رو ادامه بده. الان تو فاز رنج، نه تو فاز صعودی تو تایم فریم روزانه، نه در فاز اصلاحیه. داره بر خودش بین این بازار رنج میزنه، بالا رو شادو میکنه، پایین رو شادو میکنه و انباشته داره تصمیم گیری میکنه برای خودش. خب بریم سراغ تحلیل ارز دوم XRP. چارت XRP در تایم فریم هفتگی خیلی جون داره و اگر بخوام کلا یک مقاومت مهم رو برش رسم کنم، یک حمایت مهم رو برش رسم کنم، مهمترین حمایت ما همین محدوده ارزم به حضور شما شکسته شده سقف قبلی هستش که در همین تایم فریم هفتگی هم رد کرده، اومده بهش پول بک زده 1.9 و ادامه مسیر صعودیش رو داشته و 3 تا کندل قوی هفتگی زده و حالا نمیاد این پایین رو بخواد ببینه. حالا این پله خریده که میتونید ازش در آینده استفاده کنید در اصلاح بازار، ولی در حال حاضر کامل اومده یک لگ صعودی داشته. من اگر بخوام اینجا یک فیبوناچی براتون رسم کنم، میبینید که اصلا تا الان زیر 0.236 نیومده و این داره شدت بولیش بودن یک ارز رو نشون میده و میگه که چقدر این XRP بولیشه و از این پول بکی که داشت یک مثلث ایجاد کرد، اومد ردش کرد، بهش پول بک زد، یک روندی رو ادامه داد. مجدد اینجا یک سطحی داشتیم، اومده بهش پول بک زده، کندل سبز خوبی بسته. مجدد اگر این کندل هم تا همین نواحی بیاد ببنده، میتونه ادامه لگ صعودیش رو داشته باشه و این خط روندش هم اگر بخواید در نظر بگیرید برای آینده میتونه معتبر باشه و خط روند اوکیه که بخواید ازش استفاده کنید. در حال حاضر من این مثلث رو پاک میکنم کامل و این خط رونده رو میذارم برای من بمونم. وضعیت واگراییش هم نگاه کنیم تو تایم فریم روزانه، واگرایی منفی رو داره ولی خب روی چارت چیز دیگه ای داره نشون میده. یک مقدار اینجا جای خرید نیستش، ولی دوستانی که از قیمت‌های پایین‌تر خرید داشتند میتونن نگه دارن، اینجا سیو سود کنید برای تارگت‌های بالاتر ببینید چه اتفاقی میفته. ولی برای خرید کردن در صورتی که این واگرایی ما بیاد بالا و مجدد هم سطح بشه، میتونید یک پله تو همین نواحی خرید بزنید برای تارگت‌هایی که پیش رو داره 4.9 و 6.85 و در صورت اصلاح روی نواحی 2.58 و 2.09 میتونید 2 تا پله خرید رو برای این ارز داشته باشید. ارز بعدی که در موردش حرف خواهیم زد ارز سولانا در تایم فریم هفتگی بررسیش کنیم. ابتدا ارز سولانا که در چند وقت گذشته بازار کاملا ترکونده و از ریزشی که تا محدوده $8 داشته در سال 2022 تا همینجا حدود 3000% ریکاوری کرده و عدد خیلی بزرگیه. بلاکچین به شدت معتبر خوبیه، مخصوصا الان برای دوستانی که دکس کار میکنند. بیشتر میم کوینا داره رو شبکه سولانا لانچ میشه، حتی توکن آقای ترامپ هم روی همین شبکه سولانا اومد بالا. در تایم فریم هفتگی ناکنید یک روند صعودی مجدد داشتیم و اومده یک اصلاح داده، این کانال صعودی رو بر ما ایجاد کرده و حالا نمیشه گفت این کانال زیاد معتبره، ولی به عنوان یک خط روند میتونیم ازش استفاده کنیم چون میدلاین کانال زیاد به ما واکنش درستی نداده. ولی چیزی که اینجا خیلی واضحه این ATH که نتونسته هنوز رد کنه، یعنی محدوده تقریبا $261 همون $260 ATH سولانا بوده که فقط تونسته یک شادوی هفتگی بزنه و فعلا داره توی این روند صعودی برای خودش حرکت میکنه. کندل 2 هفته پیشی هم که بسته، این کندل سبز کندل خوبی بوده و میتونه یه سری کارا اینجا انجام بده. حالا من
حجم رو باز کنم، حجم خوبی هم داشته این کندل. و در تایم فریم روزانه بخوایم یک بررسی دیگه ازش داشته باشیم، واگرایی که ثبت نشده آنچنانی بخوایم بگیم خیلی شدیده از اینجا اصلاح داشته باشه و اینجا داره بازی میکنه، کاملا روی یک حمایتی قرار داره. همه این منطقه ها برای سولانا یک حمایت خیلی قویه، مخصوصا این ناحیه کلا برای سولانا خیلی قویه، میشه گفت ناحیه 211 تا 198 دلار که میتونه تو اینجا پول بک بزنه، یک روند صعودی دیگر رو برای خودش آغاز کنه. خب من این ATH رو پاک کنم. اینجا این ناحیه هم اومده به سمت بالا زده و آره میتونه تو اینجا یک اصلاحی رو داشته باشه یا تهش تو این پله یک اصلاحی رو داشته باشه و از اینجا به سمت بالا مجدد حرکت کنه و اینجا نقطه‌ای که میتونید یک پله خرید داشته باشید دوستانی که از بازار جا موندن، چون اینجا من یک خط روندم بکشم دقیقاً پول بک به این خط روند بود و یک روند صعودی رو شروع کرده و بخوام یک فیبوناچی روی اینجا رسم کنم تو تایم فریم 4 ساعته که بیام، دقیقاً الان روی فیبوناچی نیمه و روی فیبوناچی 786 نقطه‌ایه که دیگه از اینجا احتمالاً پرواز کنه و اگر اینجا رسید میتونید حتی اوردر لیمیت هم بکارید و اگر سولانا اینجا بیاد مطمئنا یک لگه صعودی رو به سمت بالا حرکت میکنه. حالا از اینجا دقیق نمیشه گفت ولی از 786 چرا میتونه برگرده با توجه به این روندی که تو 4 ساعته اینجا ایجاد کرده. بریم سراغ ارز بعدی. ارز بعدیمون ارز دوج کوین هستش. در تایم فریم هفتگی بررسی میکنیم. خود دوج کوین هم سر صدای خیلی زیادی داشت دیگه از همون سال 2020 که این رشد شروع شد و از تقریبا میشه گفت عددهای 201 اومد و 71 سنت رو دید و آقای ایلان ماسک اومد حمایتش کرد، ارز به شدت پر سر صدایی بود. در تایم فریم هفتگی روندش فعلا صعودیه و اگر بیاد برای ما همچین حرکتی رو بزنه در تایم فریم هفتگی، یک الگوی کاپ بخواد برای ما ایجاد کنه، میتونه یک لگ صعودی به شدت قوی رو بعدش برداره. یعنی این اندازه رو اگر من برای شما از اینجا تو همین ناحیه هم بگیرم میتونه از اینجا یک قدم برداره و به راحتی اون تارگت $1 که آقای ایلان ماسک قولش رو به مردم داده بود میتونه ببینه در آینده. و کلا توی اصلاحات دوج کوین رو میتونید بگیرید، پتانسیل خوبی داره برای اینکه اعداد بالاتر رو ببینه. حالا بیایم تو تایم فریم روزانه. یکی که من ATHش رو کامل مشخص کنم. ATHش میشه روی محدوده ارزان حضور شما تقریبا 73 سنت، خب که بهش هم نرسیده متاسفانه هنوز. تو تایم فریم روزانه یک لگ صعودی به شدت قوی داشته دوج کوین و از کف 0.9 تقریبا از محدوده 9 سنت مجدد اومده تو محدوده 50 سنت و یک اصلاح مجدد داشته. خب این اصلاح یک کانال نزولی هم شکل داده که این کانال رو در حال حاضر به سمت پایین شکسته. در تایم فریم 4 ساعته بیایم من روی این ناحیه یک نگاه بندازم. در حال حاضر یک پولبک زده میتونه یک اصلاح دیگه هم داشته باشه. من یک اندازه حرکتی از این شادو اگر به دست بیارم 50% این شادو رو اگر به عنوان یک خطچین بندازم روی این ناحیه یک پله خرید میتونه برامون باشه و اینجا بیاد برای ما این ناحیه رو ببینه، میتونه یک اوردر تقریبا شاید 15% رو برامون فعال کنه به سمت بالا حرکت کنه. ولی ناحیه اصلی برای خرید کردن اینجا میشه محدوده تقریبا 23 سنت که محدوده به شدت قوی و حمایت به شدت قویه برای دوج کوین و میتونه به سمت بالا دیگه یک لگ صعودی بلند مدت حرکت کنه و اینجا میتونید یک مقدار خیلی کمی خرید کنید و در این ناحیه هم میتونید مبلغ بیشتری رو سرمایه گذاری کنید روی ارز دوج کوین برای بلند مدت نگهش دارید. دیگه اگر بیت کوین وارد فاز اصلاح شد یه موقع دیگه توی آپدیت تحلیل‌های اعداد پایینتر و پله‌های پایینتر رو برای میانگین زدن بهتون میگم کامل. ارز بعدیمون ارز لینکه که من اینجا سرچش کنم. لینک USDT صرافی بایننس رو باز کنیم و ابتدا مجدد در تایم فریم هفتگی بررسیش میکنیم. خب چیزی که تو هفتگی تحلیلش هم روی چارت موجود هستش اینه که یک رنج به شدت طولانی مدت داشته و این لینک عزیز تقریبا میشه گفتش که 525 روز داخل این رنج بوده
و خیلی تایم زیادی. منطقه اشباع به شدت خوب اومده به سمت بالا حرکت کرده، یک پولبک خیلی عمیقی بهش زده و مجدد به سمت بالا حرکت کرده و این سقف هم فتح کرده و این خط روند نزولی هم شکسته. میشه گفت در این تایم فریم هم لینک کاملا صعودیه و برای اینکه بخواد ATH ببینه کاملا آماده است و هیچ مشکلی نداره، مخصوصا با این کندلای اخیری که داره میزنه. اگر نتونسته بره بازار بهش اجازه نداده. در تایم فریم روزانه بخوایم بررسیش کنیم و منطقه خرید بخوایم به دست بیاریم ازش، همین نواحی که بین 16 تا 19 دلار لینک در حال رنج زدن هستش میتونید خرید داشته باشید، ولی یک پله میتونید بعد از رد شدن این سقف خرید داشته باشید، بیاد بالا اینجا یک مقداری رنج بزنن یا اگر اصلاح داشت بده و هر وقت این سقف رو برای ما شکست 30 دلار رو شما میتونید با تثبیتش برای تارگت ATH و تارگت های بالاتر یک پله خرید رو داشته باشید. اگر اصلاح خیلی عمیقی هم داشته باشه میشه گفت محدوده تقریبا 10 دلار به شدت برای خرید اثبات بلند مدت مناسبه که حجم سرمایه معقولی رو میتونید اینجا روش بذارید برای لینک و ازش استفاده کنید. از اینجا احتمال اینکه رشدش رو ببینیم خیلی زیاده، ولی فکر نکنم حالا بخواد به این محدوده 10 دلار برسه. فعلا توی این رنج در حال تصمیم گیریه. ارز بعدیمون ارز XLM هستش یا همون استلار، که این ارز کلن بیشتر لگ هایی که برمیداره با XRP یکیه و در تایم فریم هفتگی بخوایم بررسیش کنیم کلن حالا چارت لود شده کامل و یک کانالی حالا اینجا کشیدم من، بیشتر این سقف داینامیکش برامون اهمیت داره و اومده تا میدلاین و اینجا یک واکنشی برامون نشون داده و اینجا میشه گفتش که ناحیه مقاومتیش بوده، نتونست به ATH متاسفانه برسه. در تایم فریم روزانه فیبوناچی براتون بندازم یک بررسی داشته باشیم روی فیبوناچی. خب 236 رو که به پایین زده، پس از اون شدت بولیش بودن در اومده کاملا و نمیشه گفت که از اینجا میتونه برای تارگت های بلند مدت حرکت کنه. اگر نیاز به خرید باشه و بخوایم اینجا یک پله خرید بزنیم و بذاریم این سقف برامون شکسته بشه و بعدش بخوایم یک پله ورود بزنیم، چون بالای 236 برای ما رنج نزده، اومده پایینش هم دیده، ولی محدوده پایینتر برای پله ورود که بخوام بهتون بگم این ناحیه به شدت معتبر و خوبه، همون فیبوناچی نیم درصد و فیبوناچی 786 که این ناحیه میشه و میتونید روی این اعداد حتما XLM رو خرید داشته باشید. احتمال اینکه با همون XRP بخواد یک رشدی رو داشته باشه هستش. پس گفتم 3 پله معرفی شد، یه پله بعد از اینکه این سقف رو فتح کنه و بزنه، یک پله در صورت اصلاح روی فیبوناچی نیم و یک پله هم روی فیبوناچی 786 میتونید این ارز رو خریداری کنید و تو سبد خودتون داشته باشید. ارز بعدی اون ارز اچبار یا همون هدرا هستش. در تایم فریم هفتگی بررسی می‌کنیم. ارز خیلی رشد خوبی داشته و الان در رتبه 15 مارکت قرار داره و با اون صعود بازار در چند ماه گذشته حدود 800 تا 900 درصد این ارز رشد داشته، ولی متاسفانه این ارز هم نتونسته ATH بزنه و این ارزایی که ATH بزنه حتی خود اتریوم هم هنوز ATH نزده، فقط روی بیت کوین و بعضی از میم کوین ها اتفاق افتاده و با یه اختلافی اتریوم ATH خواهد زد و بعدش این ارزها کم کم میان ATH میزنن. هدرا هم به شدت سعودیه در تایم فریم هفتگی و بخوام یک ناحیه حمایتی اصلی در حال حاضر براش رسم کنم این ناحیه میشه، ولی در تایم فریم روزانه بخوام یک فیبوناچی مجدد براتون بندازم، از این لگ سعودی رو براتون بگیرم، هدرا هم همچنان بالای 236 داره رنج میزنه و به شدت بولیشه. این یعنی که اگر بیاد برای ما این سطح 40 سنتی که به عنوان آخرین سقفش زده در حال حاضر به سمت بالا بشکنه، میتونه اعداد بالاتر رو ببینه و حتی ATH هم بزنه و این داره شدت بولیش بودن یک ارز نشون میده. حتی به این 382 فیبوناچی نیم نذاشتن برسه و همچنان دارن خرید میزنن روش و روی پله ها میتونید خرید رو روش داشته باشید. حالا همین فیبوناچی ها رو به عنوان منطقه خرید بهتون میگم، همین 18 سنت و محدوده نیم فیبوناچی که میشه 12 سنت و در تایم فریم 4 ساعته اگر بیایم
یک پله اینجا روی محدوده 27 سنت میتونید خرید داشته باشید برای بلند مدت، ولی برای این محدوده چون یک رنج به حساب میاد و همچنان هم میتونه بیاد این پایین رو ببینه و تست کنه، ترجیحاً استاپ لاس بذارید. یعنی ورود بزنید، فیوچرز نگیرید روش برای همون اسپات و یا مبلغ به شدت کمی رو وارد کنید، یا اگر وارد میشید مبلغ قابل توجهی رو وارد میکنید با استاپ لاس وارد بشید که اگر خواست اصلاح بده بتونید از پله‌های پایینتر استفاده کنید. تارگت های بلند مدتش هم در تایم فریم روزانه بخوام بهتون بگم، تارگت یکش همین ATHش خواهد بود، محدوده تقریبا 60 سنت، تارگت دوش $1 و تارگت 3 محدوده $1.5 خواهد بود که از همینجا بخوایم حساب کنیم تا تارگت 3 راه زیاد داره، حدود 370% راهشی که میتونه در آینده به این محدوده برسه با توجه به اینکه همچنان بالای 236 داره رنج میزنه. ارز بعدی که بررسی خواهیم کرد ارز سویی هستش. من اینجا اد کنم سویی USDT رو براتون باز کنم، چارتشو بیارم بالا که به شدت پر سر و صدا بوده در چند ماه گذشته بازار و رشد به شدت خوبی داشته و خود ما کسایی بودیم که روی این پله ها خرید زدیم و این بالا دیگه شروع کردیم به سیو سود کردن و حدود 1000% رشد داشته این ارز سویی. عرضم حضورتون که یک مقدار چارت شلوغه و این محدوده ها رو من نیاز دارم، برای همین پاک نمی کنم، ولی همینجا بهتون توضیح میدم. یک کانال سعودی داشته که اینجا دیگه کم آورده ارز سویی در تایم فریم روزانه و اومده کانال رو شیکونده. اگر اینجا دقت کنید من 3 تا سناریو براش رسم کردم. سناریو یک که این سعوده بود که هیچ اصلا تعطیل شد، ولی سناریو دوم نیاز به این اصلاح داره. اصلاح اولش رو میتونه تو این محدوده $3 انجام بده و اصلاح دومی که و پله دوم خریدی که به شدت معتبره و از اونجا میتونه مجدد رشد کنه همین محدوده ATH قبلی ارز سویی هستش که میشه 2 تقریبا 17 که به اینجا اگر برسه مطمئنا یک پامپ خیلی خوبی رو خواهد داشت، محدوده خیلی خوبی هم هستش و یک اوردر بلاک به شدت قوی هم اینجا داشته. در حال حاضر خب کشش نداشته، اونجا اومده سقف‌های بالاتر زده ولی سقف‌ها کم کم اومده و هم تراز شده دیگه. این آخرش هم اگر ببینید فاصله زیادی نداشته این سقف و شروع کرده به اصلاح کردن. در تایم فریم روزانه هم اگر ببینیم کندل قرمز زده و میتونه همچنان یک مقداری اصلاح کنه و از این ناحیه یا از این ناحیه به سمت بالا حرکت کنه و 2 تا پله خریدی که میتونید داشته باشید همین نواحی هستن. ارز بعدی که میخوام بررسی کنم ارز BGB یا همون ارز صرافی بیتگته که الان میاریم چارتشو کامل بررسی میکنیم. میخواستم میم کوین براتون بررسی کنم ولی اینجا جاش نیست. در ویدیو تحلیل بعدی که خواهم گذاشت حتما چند تا از میم کوین های برتر بازار رو براتون بررسی میکنم. توی 2 تا ویدیو قبلی بهتون گفتم آموزش پایه کریپتو رو کامل دادیم، گفتیم که چه اتفاقی افتاده این بازار به وجود اومده، ماهیتش چیه، و در ویدیو دوم هم کوین مارکت کپ رو آموزش دادیم کامل به عنوان یک سایت مرجع. لایک و کامنت و ساب چنل یوتیوب هم یادتون نره. من یک مقدار این شکلی حرف زدم مریض شدم و نفس کم میارم، عذرخواهی میکنم و حتما حمایت کنید از ما که بتونم ویدیوهای بیشتری براتون ضبط کنم و منتشر کنم. خب بریم سراغ ارز BGB USDT. من برای همین صرافی بیتکت رو میارم، چارت به شدت کاملتری رو برای ما ارائه میده. در تایم فریم هفتگی کاملا صعودی بوده، یعنی این کمترین قیمتی که دیده 10 سنت، بیشترین قیمتی هم که در حال حاضر دیده همین محدوده $8.5 بوده که خیلی واضح زیادیه. بخوام از همین کف براتون بگیرم تا این سقف یه چی اولوش 8200% رشد داشته و این لگ صعودی آخری هم که این ارز اومده توی همین چند ماه گذشته بازار بوده و توی همین اواخر سال 2024 تا الان که اومده کامل نزدیک فکر میکنم 500-600% رشد رو تجربه کرده. توی تایم فریم روزانه بخوام بهتون بگم این ارز که همچنان روی همون بالاترین فیبوناچی خودش قرار داره و بخوام اینو براتون رسم کنم 236 روی این ناحیه و این سقف میفته که حتی توی پول بکش به اونجا هم نرسیده
و میتونه برسه. حالا من اینجا یک روند احتمالی براتون رسم میکنم. این اومده اینجا دیده، تو اینجا اومده، میتونه یک اصلاحی تو اینجا داشته باشه و بعد به سمت بالا مجدد حرکت کنه. ولی این ارز BGB خیلی قویه، ارز به شدت پرپتانسیلیه و میتونه اعداد بالاتر رو توی بولران آینده هم ببینه. برای همین رو پله‌های خرید میتونید وارد بشید. پله اولش میشه این ناحیه ارزم به حضور شما 5.9 $. ناحیه دومش میشه روی این فیبوی 382. ناحیه سومش هم میشه روی فیبوی نیم که از این ناحیه ها میتونه به سمت بالا برگرده. و یک ناحیه دیگه هم هستش که مجدد اگر این سقف رو برای ما بزنه و نشونه بولیش بودن رو به ما بده که تو آپدیت ها بهتون میگم، میتونه به سمت بالا حرکت کنه و تارگت $10 رو اینجا ببینه و بعدش هم $15 و $20. دور از انتظار نیست برای این چارت. در تایم فریم هفته‌ای خیلی بولیشه، واقعا چیزی کم نداره برای ادامه رشد. و در تایم فریم ماهانه هم که اصلا یک کندل خیلی عظیمی زده که توی کمتر ارزی پیدا میشه این کندل. و اینم از ارز دهم که بررسی کردیم. امیدوارم که از این ویدیو درس بگیرید و راضی بوده باشید. بازم میگم لایک و کامنت و ساب چنل یوتیوب یادتون نره. به شدت به حمایت های شما الان نیازمندیم. خیلی ممنون از این که همراهی کردید. فعلا تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.